آخه شاخهای بغزاله من ملچو دختر خاله من خاله به قربان آن خوش دلتم بیاد بغزاله بریان کن چای بودی بابا؟ نه فقط دیشب تا تو بوداری میکده ای. بابا شما نکنین دستا خود نزنیم جون اینا دیگه. ملچو دختر خاله من خاله به قربان بزغاله بریان کو یک شو میمان تو چون بزغاله بریان کو شنگای بزغاله من کوشا دختر خاله من خاله به قربان تو چون بزغاله بریان نگم این چایات به ما بودی یا به خود خود؟ شیریکی بابا شیریکی شما هم یک پیاله بیا بودی شیریکی به یک پیاله چمن گل بودم خارم تو کردی به دشت و بیابان مجبورم تو کردی تنو به شما بابا میکشنم برای رفته آخه روز که میشوزی نمیشوزم شما قم خود بخوریم پا خود جمع کنین که بعده نیه پا ما داد میکنه اصلا با می پلوشا داد به زمین خوردم بالا کنجستان رو بزنیم بابا از صبحدم که بیامدم از 4-5 پال او دادم انا حال مونده شدم دود فساد به زمین خوردم حالا بیام یک 10 دقیقه بشین حالا که تو چای بودی و من روز نمیدی به زمین خورده نرم کلا شده آدم به زمین خورده نرم نمیشه یعنی نرم شده ایسته نشدم الهی شکر چی؟ میگم یعنی الهی شکر که سالم حالا همین پیاله چای زودتر بخور که من به تو کار دارم چی کاره میتونه بگم من میخورم شد برو در سرا رمضان خواه اون پولا گساله هم 6000 مونده بستو خب. برو در سرا نورالله 2000 هم پولا خر مونده همینا زودی بستو بیارم اسیا بگو پیار ما به کار داره شما 4-5 روزه گفتی بودین یعنی 10-15 روزه که تیر شده خوبه بغض دیگه تو ما البته شب نون پخته داشتیم بابا آخه نون پخته نیم من مونده هم تو عمال از سرام بیچای بودی تو اینا به خود خواهد یا با من بابا ترمز 7 کیلو 4 سر میگیره سختی بینی بوسه خودم نگاه کن که به تو چی میگم حالا بغض پیاله پولا خر پولا گساله پولا گساله اول میری در سرا رمضان پولا گساله میستونی بعد از اون میری پیش نورالله تا پولا ندادم به پیش من نیایی بستونی از اونو خوبه بفهمیدی؟ من بابا دشمنا رو خاکر و نداریم خداحافظ بابا زحمت کشیدیم بابا ببخشید زحمت کشیدیم با تو ندن که برو شبا بیا یا پس بیا پولا رو از اونا بستو بیا خوبه چشم چکو پولا رو عرض به کیسی خو که به تا کوچه نشون ندی که پیش تو بسته که یا از چینگ پولا بلخشه خوبه چینگ پولا میلخشه خوبه سایی زودتری بیایی بابا خوبه بابا ماست رو بیام رو به دسترا شما رمضانیشته بی جانجوره خوب شد دیار هستی و چه خال خیلیت جانجوره خیلی سلامت دیار بابا شما سلام میگفتم امال 100 پیش و علیکم سلام تیار امال 100 پیش تیار بودک پیار تو شکر فضل خدا گفتم اگه زحمت به شما نمیشه برای من چیه؟ برای آدمی پولا آمادم پولا گساله؟ بیله خوب شد شما یک لک پولی از ما نماستیم برارمه 6,000 روپیه پول مایم از ما 15 روز بیشتر نمیشه ای دیگه مردم برای پول ری کردن چی داره دیگه ما خود نجستم خب پیای من گفتم همینجا بشی تا نمیستونی برو به نجولاش بیا پولاتون میدم برو برو کی؟ نجولاش خود پیار من قبول نکردم اگه قبول نکردم بگو به اصول پشم مگل بیا پولاتون میدم برو اصلا برو من مادر من گاهی وقتی میگفتم برف خورده کلون خوب بکن گیلک به حساب عقل کمال حکومت است تو بی خورده کلون میفهمی نمیفهمی عقل کمال ما بیشتره ولی پیار تو به اصول پشم مگل یا به نجولاش قبول نمیکنه برای من پیار من گفته که همینجا بشی تا پولاتور همین تو بشی تا پولاتور بدم سیه بشی سیه بشی مادر مامادام با ما میگه پیار مامادام با ما میگه من چیزی که ما با تو میگم برف مکو پیار ما گم اینجی بشی همینجی میشینه تا پولا مر بیاری نه این خیال میکنه گیله حق دیونی نمیفهمه نمیشینم این خیال کم من نمیشینم تکو میشینم یا نه
نالی که میشینم که رنج تو گل شه. خیال میکنی من بچه من نافهمیم مثل تو 100 تومن به لبجو میبرم توشنه پس میارم. میگی لگنجوری خیلیتی چه ترا شیشتهی لگ بله چه ترا شیشتهی براره مسایی که تو برف کلون خو میکنی یا نه؟ برف مادر خو برف پیار خو ما از امیر رمضان پول ما این پیلا گساله پیار مامال به سهرا بزنو چای بردم 2000 از نیلیلا ما این پولا خرد 6000 از رمضان ما این پولا گساله بیا مادم به من میگه یا به او سیر پشم مگل برو برات پولا بیا یا به نجولاش پیار ماما گفت پولا نده گم اینجا بشی تا پولا تو بده ماما نمیجا بشیش تا پولا ما بده یعنی گیلا همه دو آقا پیار گم اینجا بشی تا پولا تو بده و تیاره گیلا گوی جگا بشی دیگه تا زفا تلف سیز کنه وقت پولا تو میدم برو من اینجا بشین اون علف هسته نه برو جونا تو را سر خواه کردم گردن ما بند بشی گیلا به تو دروغ نمیگو اونا تو را سر خواه کردن گفتن گیلک جو اونا گفتم یعنی هر وقتی که پشت گوشو خودی پولا خورم میبینی اونا پول بدینی هم برارم اونا کلاوردارم کلاوردارم ما از اینجا تکون نمیکنم تا پولا مال بده تو خیال میگیری من هوشیاری نیام نه تو گردن تو من هوشیارم یا نیام خیلی هوشیاری چی رقمه امو دروغ نبوده گیلک تنه بکار نیه عقل کمال بکار بله آفرین یعنی تو گردن تو بند باشه به می فکری که من کردم من اینجا بشیدم یعنی از من هوشیارتر کسی پیدا میشه چی رقمه جوان هوشیارتر به شرق و غرب افغانستان نیه گیلک هسته نه خیلی بینی همینجا میشینه تو بیاری پولا من همونجی بشی خاله تو بزنه بگاه منیه گیلک جان ترا شیشته ای ونجگاه شیشته ای برای ماتل پلا خونم ماتل پلا خو از کی پول می؟ ما از رمضان نیلیلا رمضان نیرولا پیار میگفتم برم بشی تا پلا تو بده چه کار کرد؟ چی گفته؟ پیار میگفتم همونجا بشی تا پولا تو بده همونجا بشی تا پولا تو بده کله خراب دیوانه تو چه اینجا ترا شیشته ای یار تو کجا گفت بشینه یار تو در سرا گفت بشی یا به ترا بشی گفته رمضان که برجا دیدی اگه پولا تو نداده منجی بشی همونجا بشی یا برو به پیش نیرولا اول از پولا که خوب بستو بعد با بیا اینجا بشی اگه من گفته که یعنی ندارم یا چه کار کنم ای تو گفته اول بگفتم شما که چی گفت چی گفته؟ که به نجلاش نه به من نگفتی تو به من میگه رمضان میگه به نجلاش من گفتم اینجا میشینه تا پولا مدده بزن نیلیلا میگه به نجلاش خب بیا اینجا خیلی بشی دیگه میشه خوش نمیشه یعنی بردون فرمی اینجا قرار بیا بشی دیگه تا پولا تور بدم ماما نورس خداوند شما رو وزی کار شما خیر بده این تشکر از این کار بیتر چی باشه خوبه پس شما اینجا بشینی که میشه تیر شه ما بشینو اول ما بشینی در تا پیش نیرولا برو میشه تیر شه خب برو اگه تیر شد ما صدا کنیم خوبه به گوشیم زنگ زنی فلان کار میشه خب برو به گوشیم زنگ زنی فلان کار میشه خب برو وای دیوانه سیکن خدا عقل کمال با تو بده اگه تنه چی بکاره تو پیار تو ری کده و در سرا برو بشی نگفته که تو اینجا خراب یا ترا بشی وای چه کلافه امی پلوشا داره میکنی و امی گو و امی نمیندازی اصلا تیر نمیشم بچه چی داره الحمدلله بستن برای جنجر تیار هستی خیلیت والده پیچه اولادا مادر بچه مادر بیبی همه خوبه ماما جان لیلیلا یک دقیقه صبر کن اینو جمع کنم یک ساعت اینا از پلوشا داره میکنه گو به گوشنه اول گپ زن میشه یعنی گو تو از من گوشنه تره
تو که بیکاری بفهمیدی من بیکار نیم. نیلیلا صابه بگو پیار ما به شما سلام میگفتن، گفتم بعد از سلام یا بوکس و یا لغت. یا بوکس یا لغت. اشته یا بوکس یا لغت. نه شوخی کردم. یعنی ما بزنیم بوکس لغت؟ نه دلیلا نه. تو میگی پیار میگفته یا بوکس یا لغت. گردنم بند باشه به قیافی خو خیلی پهلوانی. دلیلا جان برای ما برای پولا خرسی آمدم. چی؟ برای پولا خرسیا. خوب بوده کمی پیار تو 1 دلار پولی از من نمستگنه که من دیونه جون میکنه. خب چند همین راه و روگا که پیار تا میبینه میگه باز حال تو این دفعه چندمه که تو رای کرده. خب برای چند دفعه کو بیام آدم. همین پولا خر بده برای ما. نه ایکو ما نیافتیم از او نگرفتیم خر بیافتیم یا با ما خر قسمتی مفتا داده باشه. اول کوسکو گیل لگو تو چی میگم؟ شما همین خر مردنید که به ما دادین کسی به داری نماز ببر شما بخریدون 2000 دیگه پیار تو پول ماه. والا کم که تو رای کرده و زارا سرگردون شدی خیر غمی نداره. برو به نجولاش بیا پول آخر از پیشو. کی؟ به نجولاش. بفهمیدی چی میگم؟ نجولاش هر وقتی که نجوا کل گیلاش شد بیا که ما 2000 پول تو بدم. پیار مزار قبول نکرده. خو غمی نداره. اگه به نجولاش قبول نکرد برو به او سر پشم مگر بیا که پول کاتر بدم برو خو بگم. پیار من گفت که همینجا بشی تا پولاتو بدم. خب بش. زودی بیاری خوبه؟ همین دیگه بشین خب. زودی بیاری. هر وقتی که نجوا لاش شد باز ما به تو پول میاد. همینجی میشینم تا بیاری. خب بشین همینجا. تو خیال کردی من عقل ندارم های؟ مثل تو 100 تا مثل تو رمضان به کیسه منه. تو خیال میکنی که لگ عقل نداره. همینجی میشینم تا پولامو بیاری. دیلا چرا اینجا شیستی؟ بله چرا اینجا شیستی؟ بابا بشینیم یک دقیقه شما. خب تو ما به کجا رای کردم؟ برفتم پیش رمضان پیش نیلیلا. خب به نیلیلا هم بگفتم به رمضان هم بگفتم. رمضان گفته که برای من یا به نجولاش اگه پیار تو قبول نداره به او سیر پشم مگل. شما هم با من گفتیم به نیلیلا هم بگفتم همیته با من شما گفتید شما اختلاط نمیکردین شما نانه که به حرف پیار خوب بکو. خب به حرف مادر خوب بکو. خیر بینه پیشه که برف کرد زنده باشین. شما با من نگفتید همینجا بشی تا پولاتو بدم. بگفتم به کجا بشی؟ گفتیم همینجا بشی تا پولاتو بدم. بابا گفتم به در سرای بشینی به تا کوچه بیای بشینی. به در سرای نه.